سلام دوستان، حتما براتون پیش اومده که بخواید مدت زمان رابطه جنسی رو افزایش بدید یا شاید هم دچار مشکل زود انزالی هستید و همیشه به دنبال راه حلی میگردید که توی رابطه خودتون رو کنترل کنید و از هر لحظه لذت بیشتر ببرید. به نظرتون بهترین راه چیه؟ خب یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای این کار استفاده از اسپری‌های تأخیریه. تو این ویدیو می‌خوایم با هم بررسی کنیم که اسپری تأخیری چی هست، چطور باید ازش استفاده کنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم و اینکه چه برندهایی برای استفاده بهترن. علاوه بر این میخوایم در مورد این صحبت کنیم که جواب خیلی از سوالا رو بدیم که آیا اسپری تأخیری رو باید کجا بزنیم، آیا خانم ها میتونن از این اسپری استفاده کنن یا نه. خیلی از سوالات دیگه که شاید برای شما هم سوال بوده باشه همیشه. پس اگه به دنبال جواب این سوالاتید و میخواید مدت زمان رابطه رو افزایش بدین، این ویدیو رو تا آخر ببینید. اول از همه بیاید یه نگاه علمی بندازیم به اسپری تأخیری که دقیقاً چه کاربردی داره و چرا اینقدر طرفدار پیدا کرده. اسپری‌های تأخیری معمولاً به منظور کاهش حساسیت آلت تناسلی آقایون طراحی میشن تا مدت زمان رابطه جنسی افزایش پیدا کنه. این اسپری‌ها معمولاً برای آقایونی که دچار زود انزالی هستن ساخته میشن. اسپری‌های تأخیری در واقع باعث بی‌حسی موقت میشن در نواحی حساس آلت تناسلی. از این طریق آقایون میتونن مدت زمان بیشتری در حین رابطه کنترل داشته باشن و از این طریق لذت بیشتری ببرن. چطور؟ اسپری‌هایی که برای این کار استفاده میشن حاوی ترکیباتی مثل لیدوکائین یا بنزوکائین هستن که باعث کاهش حساسیت پوست و گیرنده‌های حسی در نواحی آلت تناسلی میشن. اینطور افراد میتونن مدت زمان بیشتری در حین رابطه دوام داشته باشن بدون اینکه احساس کنن که به زود انزالی خواهند رسید. برای همین هم اسپری‌های تأخیری به شدت محبوب شدن چون به آقایون کمک میکنن که رابطهشون طولانی‌تر بشه و از این طریق رضایت بیشتری از رابطه جنسی بگیرن. یکی از مهمترین سوالات اینه که اسپری رو کجا باید بزنیم تا بیشترین تاثیر رو ببینیم و ازش نتیجه بهتری بگیریم. این مسئله دقیقاً به این بستگی داره که چه قسمت‌هایی از آلت تناسلی حساس‌ترن و میتونن بیشترین تاثیر رو از اسپری تأخیری بگیرن. حالا بیاید دقیق‌تر بررسی کنیم که کجا باید اسپری رو بزنیم. اولین جایی که باید اسپری رو بزنید سر آلت تناسلی یا همون کلاهکه. این قسمت یکی از حساس ترین نواحی آلت تناسلیه و بیشترین حس و گیرنده های حسی رو هم همینجا داریم. برای همین اسپری کردن این ناحیه باعث میشه که حساسیتش کاهش پیدا کنه و شما بتونید مدت زمان بیشتری تو رابطه دوام بیارید. برای این کار اسپری رو از فاصله 10 تا 15 سانتی متری به این قسمت بزنید، بعد اجازه بدید که اسپری کاملا جذب بشه. اما یه نکته خیلی مهم اینه که مقدار اسپری باید متعادل باشه. اگه بیش از حد اسپری کنید ممکنه اثر منفی داشته باشه و کاملا بی‌حس بشه و هیچ لذتی نبرید. بنابراین دقت کنید، از مقدار معقولی از اسپری استفاده کنید. قسمت دیگه که میتونید اسپری بزنید قسمت زیر آلت تناسلی یا همون زیر کلاهکه. این ناحیه هم حساسیت زیادی داره و اسپری کردن این قسمت میتونه باعث افزایش تداوم رابطه بشه. این قسمت کمی کمتر از سر آلت حساسه اما بازم میتونه به کاهش حساسیت و طولانی‌تر شدن رابطه کمک کنه. البته دقت کنید که در این قسمت هم نباید زیاد اسپری استفاده کنید چون ممکنه باعث بشه که نه تنها اثر مطلوب نگیرین بلکه حس لذت رو کلا از دست بدین. یکی از دیگر نواحی که شما میتونید اسپری کنید میانه آلته که این قسمت به نسبت سر و زیر کلاهک حساسیتش کمتره اما هنوزم میتونه به بهبود کیفیت رابطه کمک کنه. برای اسپری کردن این قسمت میتونید به اندازه کافی از اسپری استفاده کنید تا بی‌حسی بیشتر بشه و مدت زمان رابطه طولانی‌تر. با این حال باید خیلی مراقب باشید که اسپری رو بیش از حد استفاده نکنید چون میتونه باعث بشه که حس کلا تو ناحیه از بین بره و نتونید لذت ببرید. حالا که میدونید کجا باید اسپری رو بزنید، باید بدونید که چطور از اسپری های تأخیری به درستی استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. در اینجا چند تا نکته مهم برای استفاده صحیح از اسپری بررسی می‌کنیم. بهترین زمان برای اسپری کردن اسپری تأخیری حدود 10 تا 15 دقیقه قبل از رابطه جنسیه. این مدت زمان به اسپری این امکان رو میده که به طور درست جذب بشه و اثر هم بذاره. پس قبل اینکه وارد رابطه بشید حتما زمان کافی بدید که اسپری به طور کامل جذب بشه. قبل از اینکه برای اولین بار از اسپری استفاده کنید حتما روی قسمت از پوستتون تست کنید که این تست باید 24 ساعت قبل از رابطه انجام بشه. اگر هیچ واکنشی مثل سوزش، قرمزی یا حساسیت نداشتین میتونید اسپری رو آلت تناسلی هم استفاده کنید. یادتون باشه که مقدار زیاد اسپری نه تنها بهتون کمک نمیکنه بلکه باعث بیش از حد بی‌حس شدن میشه و شما هیچ لذتی نمیبرید. پس همیشه مقدار معقول و توصیه شده استفاده کنید. یه نکته خیلی مهم اینه که بلافاصله بعد از اینکه اسپری رو زدید وارد رابطه نشین. اجازه بدین اسپری جذب بشه، خشک بشه. اگه فوراً وارد رابطه بشید ممکنه اسپری به درستی عمل نکنه و اثرش خیلی کم بشه. همیشه اسپری ها رو از فروشگاه‌های معتبر یا داروخونه آب تهیه کنید تا از اصل بودن محصول مطمئن بشید.
اسپرای فیک ممکنه به پوستتون آسیب بزنن و حتی باعث بشن که مشکلات حساسیتی داشته باشید. یکی از سوالات رایج اینه که آیا خانم‌ها هم میتونن از اسپری تأخیری استفاده کنن یا نه؟ باید بگم معمولا اسپرای تأخیری مخصوص آقایون طراحی میشن، چون عملکردشون به این صورته که حساسیت آلت تناسلی مردونه رو کاهش میده. اما بعضی از اسپری‌ها و ژل‌های تأخیری هم برای خانم‌ها طراحی شدن که میتونن به افزایش تحریک و لذت جنسی کمک کنن. این محصولات بر پایه مواد تحریک کننده هستند که باعث افزایش جریان خون و تحرک بیشتر در گردش خون میشن در نواحی حساس خانم ها. با این حال خانم ها باید حتما از اسپری ها و ژل های تأخیری مخصوص خودشون استفاده کنن و هیچ وقت از محصولات مخصوص آقایون استفاده نکنن. برای انتخاب اسپری تأخیری به برندهای معتبر توجه کنید. تو بازار برندهایی مثل ویام، پرونسنت، اسوت 100 از بهترین ها هستند. این برندها در داروخانه‌ها و فروشگاه‌های معتبر از نظر کیفیت و تاثیرگذاری بسیار عالی عمل می‌کنند. اگر شما هم از کسایی هستین که مدت طولانی از اسپری‌های تأخیری استفاده می‌کنین، شاید به این فکر افتاده باشین که آیا استفاده مداوم از این محصولات مشکلی برای سلامت جنسی شما ایجاد می‌کنه یا نه. باید بگم که سوال شما خیلی بجاست و پاسخ دقیق و درستش بستگی به شرایط شما داره. اگر از اسپری تأخیری به طور مداوم استفاده می‌کنید، میتونه به طور غیر مستقیم باعث وابستگی بشه. به این معنی نیست که شما بهش اعتیاد پیدا کنید، اما ممکنه باعث بشه که بدون استفاده از اسپری نتونید رابطه طولانی مدت داشته باشید. بنابراین توصیه میشه که برای جلوگیری از این وابستگی سعی کنید به تدریج از اسپری کمتر استفاده کنید و به بدن خودتون زمان بدین تا به طور طبیعی کنترل بیشتری رو مدت زمان رابطه پیدا کنه. استفاده طولانی مدت از اسپری های تأخیری میتونه باعث حساسیت های پوستی بشه. برخی از مواد موجود تو اسپری ها مثل لیدوکائین یا بنزوکائین ممکنه باعث تحریک و سوزش پوست بشن. به همین دلیل اگر شما خیلی استفاده کنین ازشون مکررن، پوستتون ممکنه حساس بشه و پوست آلت تناسلیتون به مرور زمان آسیب ببینه. بنابراین توصیه میشه که حداقل هفته 1 یا 2 بار از اسپری استفاده کنین و استفاده طولانی مدت رو برسونید به حداقل. اگر شما زیاد از اسپری های تأخیری استفاده میکنید، ممکنه شریک جنسیتون احساس کنه که در طول رابطه هیچ حس و لذتی نداره. این موضوع ممکنه باعث ایجاد اختلاف در رابطه بشه. اسپری های تأخیری معمولا برای مردها طراحی شدن تا بتونن مشکلات زودانزالی رو حل کنن، اما اگر استفاده بیش از حد از اسپری ها اتفاق بیفته، ممکنه هیچ لذت و حس واقعی در رابطه وجود نداشته باشه و میتونه رابطه رو تحت تاثیر قرار بده. در اینجا هم مهمه که اسپری رو به اندازه استفاده کنید و استفاده زیاد و بی‌رویه‌اش توصیه نمیشه. هنگام خرید اسپری تأخیری باید به این توجه کنید که محصول اصل باشه، معتبر باشه. متاسفانه در بازار اسپری تقلبی زیاده که ممکنه به پوستتون آسیب برسونه یا نتیجه معکوس بده. برای خرید اسپری تأخیری حتما از داروخانه و فروشگاه معتبر خرید کنید. گاهی اوقات مشکلات روانی مثل استرس یا اضطراب میتونه تاثیر زیادی رو مدت زمان رابطه جنسی بذاره. در این شرایط اسپری تأخیری میتونه کمک کننده باشه، اما باید توجه داشته باشید که اگر شریکتون دچار اضطراب یا استرس قبل از رابطه است، ممکنه این مشکلات روانی اثرگذاری اسپری رو کاهش بده. در چنین شرایطی بهتره که علاوه بر استفاده از اسپری تأخیری به دنبال روش‌های مدیریت استرس و اضطراب هم باشین. هیچ وقت فراموش نکنید که بهترین راه حل کنترل اضطراب و استرس و اسپری های تأخیری فقط یک ابزار فیزیکی ان برای بهبود رابطه جنسی، اما ارتباط خوب و صادقانه با شریک جنسی مهمترین بخش رابطه است. اگر با استفاده از اسپری های تأخیری بخواید رابطه رو طولانی تر کنید، این مهمه که با شریکتون در موردش صحبت کنید تا هیچ کدوم از شما دچار سوء تفاهم نشید و از رابطه لذت ببرید. ارتباط باز و شفاف باعث کاهش اضطراب و افزایش رضایت دو طرفه میشه. یکی از اشتباهات رایج در بین مردا اینه که وقتی از اسپری تأخیری استفاده میکنن به پیشنوازی توجه نمیکنن و این یکی از بخش‌های بسیار مهم ارتباط جنسی. پیشنوازی نه تنها به شما کمک میکنه که بیشتر با شریکتون در ارتباط باشید، باعث افزایش هیجان و لذت هم میشه و باعث میشه که اسپری تأخیری به بهترین نحو جذب بشه و اثرگذاری لازم رو داشته باشه. پس فراموش نکنید که قبل از رابطه وقت کافی برای پیشنوازی بذارید و نباید از اسپری تأخیری استفاده زیاد کنید، چون باعث کاهش لذت شریک جنسیتون میشه. اگه مقدار زیادی ازش استفاده کنین یا به طور کامل جذب نشه، ممکنه شریکتون حس خوبی تو طول رابطه نداشته باشه. بنابراین حتما به دوز مناسب توجه کنید. اجازه بدید که مواد جذب
وصل بشن، تجربه هر دو طرف به حد اکثر برسه. و استفاده طولانی مدت از اسپری تأخیری میتونه به مرور زمان تاثیرات روانی هم داشته باشه. در صورتی که به طور مداوم از این اسپری ها استفاده کنید، ممکن احساس کنید که بدون این محصولات نمیتونید رابطه جنسی طولانی مدت داشته باشید. این میتونه باعث بشه که وابستگی ایجاد بشه و در نهایت لذت رابطه کم بشه. بنابراین توصیه میکنم استفاده از اسپری رو محدود کنید و سعی کنید از روش‌های طبیعی برای بهبود زمان رابطه استفاده کنید. در نهایت اسپری تأخیری یه ابزار مفید برای افزایش لذت و مدت زمان رابطه است، اما برای گرفتن بهترین نتیجه باید ازش درست استفاده کنید. به یاد داشته باشید که استفاده از این اسپری ها نباید جایگزین راهکارهای طبیعی برای افزایش اعتماد به نفس و کنترل روی رابطه بشه. بهتر از اسپری در مواقع لازم استفاده کنید. در کنارش هم سعی کنید روی بهبود ارتباط با شریک زندگیتون کار کنید و رابطه بهتری داشته باشید. امیدوارم این نکات به شما کمک کرده باشه، بتونید از اسپری های تأخیری به درستی استفاده کنید. اگه سوالی دارید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید.